الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف با آواز بلند بخوانید. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا، به کوه و جنگل و دشت و بیابان توی پیداتر از پیدا خدایا. آنی که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، گر خوانمت از سینه سوزان شنوی، ور دم نزنم زبان لالان دانی. خدای قادر سبحان رو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه چنین فرصتی رو فراهم نمود تا برای دومین بار بتونیم با جوانان مؤمن و دین دوست و عالم دوست و خدا دوست این شهرستان و این دیار از نزدیک ملاقات و دیدار و گفتگوی داشته باشیم. حقا که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. خدمت علمای بزرگوار و در رأس همه امام جمعه محترم سنگان جناب مولانا طاهری عرض سلام و خسته نباشید و دست مریضات داریم برای اینکه بانی و بنیانگذار انعقاد چنین مجلس باشکوهی در چنین مکان مقدسی شدند و قطعاً علما هستند که نقش محوری و اساسی رو برای برگزاری چنین محافل دینی و اسلامی ایفا میکنند. تبریک عرض میکنم خدمت شاهداماد عزیز ما جناب آقای داورپناه که ایشون به قدری زنگ زدن به ما که حقیقت ما شرمنده ایشون شدیم. 5 ماه تقریبا هست که بروبیا دارن با واسطه بدون واسطه تلفنی و حضوری، اما تراکم برنامه‌های عروسی اسلامی متاسفانه زمینه رو مساعد نمی‌کرد تا بتونیم از نزدیک با جوانای محترم سنگان و این شهرستان و این دیار دیداری داشته باشیم. اما صلابت و قاطعیت این جوان، واقعیت رو بگم، ما رو بران داشت که برنامه‌های دیگر رو به عقب بندازیم و ایشون رو در صدر برنامه ها قرار بدیم. واقعا از صمیم قلب ایشون هم خسته نباشید میگم و همچنین خدمت خانواده محترم عروس خانم، خدمت خانواده آقای طاهری. به هر حال جمع بسیار باشکوهی است، اما گوینده بسیار خسته است. من باور کنید که از 2 شبانه روز هست که شاید بیشتر از 2 ساعت خواب به چشمم نیامده. دیشب در خود شهر مشهد تا پایان شب برنامه داشتیم، از ساعت 2:30-3 شب راه افتادیم و به سمت کجاست؟ کره مریخ فکر کردیم ما را میبرن، به زیرکوه قائن، عرض شود به روستای چاه عمیق. اونجا بود، مراسم عروسی هایی بودن، جمعیت بسیار خوبی بود. واقعا حدود 2 ساعت تکمیل اونجا من صحبت کردم. گفتم سریع بیایم که خودمان رو به جمع مردم سنگان برسونیم، اما در میان راه جوانان بهمن آباد راه ما رو سد کردن و به اصطلاح با تهدید و ارعاب حتی گفتن امکان نداره شما پا رو از جا تکون بدید. تا نماز مغرب رو اونجا اقامه کردیم و در خدمت اونها چند دقیقه صحبت کردیم و بلا فاصله باز حرکت و همینجا وارد شدیم و تو مجلس شما. البته وقتی چهره‌های بشاش و نورانی و خستگی ناپذیر شما جوان‌ها رو انسان می‌بینه، حقا که خستگی از کالبد انسان بیرون می‌شود و ما عادت کردیم واقعاً جوانان
محترم سنگان، من ارادت خاصی دارم، به خدا قسم این چاپلوسی نیست. من یه بار دیگه آمدم و شما را از نزدیک ملاقات کردم، فکر میکنم 2 سال قبل بود در مجلس ختم کلام الله مجید، ولی عجیب احساسی از شما، عجیب محبتی از شما در دل ما هست. ولی چه کنیم که عروسی های اسلامی ماشاءالله در اقصا نقاط ایران اسلامی، این یه خوشخبری است واقعا که من به سن و سالانم و به جوانان عزیز دارم میگم که ما فقط طی سال 86 بالای 125 عروسی اسلامی است که شرکت کردیم در 9 استان پهناور ایران و 2-3 هفته قبل در استان هرمزگان بندر سیریک 23 عروسی اسلامی را فقط در یک مکان ما برگزار کردیم. باور نکردنی است به خدا قسم. امروز جامعه اهل سنت واقعا قدم‌های مثبتی رو دار بر می‌داره. من داشتم میرفتم به تهران برای برنامه‌های عروسی اسلامی و از اونجا به بندر عباس و چابهار، توی راه که رفتیم به تهران پیاده شدیم، موقع برگشتن به فرودگاه یه جوون تهرانی به اصطلاح راننده ماشین بود که ما رو می‌خواست به مقصد برسونه. ازم سوال کرد که شما کجا دارید میرید؟ گفتم بلوچستان. گفت بلوچی؟ گفتم نه بلوچ نیستم ولی بلوچستان میرم، قرار نیست هر کس بلوچستان بره بلوچ باشه. گفت برای چی میرید پس شما؟ گفتم من میخوام برم برای اجرای برنامه‌های عروسی اسلامی. گفت عروسی غیر اسلامی هم مگه داریم؟ گفتم ماشاءالله کم نه، عروسی اسلامی نداریم. گفت عروسی اسلامی دیگه چیه؟ گفتیم که ما میریم ابتدا تو مسجد جوونا جمع میشن برای برنامه اسلامی عروسی. گفت ما تعزیه‌مون رو تو مسجد نمیگیریم، شما عروسیاتون رو چطور تو مسجد میگیرین؟ تو بعد چه کار میکنین؟ گفتم بعد با کلام خدا آغاز میشه، با قرآن. گفت سر عروسی شما قرآن میخونید؟ ما سر تعزیه‌مون بیشتر از روزه استفاده میکنیم تا قرآن، شما چطور سر عروسیتون داره قرآن میخونید؟ گفت خب نهایتاً برنامه می‌خواست. بعد گفت نقش تو چیه اونجا؟ تو چه کاری؟ گفتم من اتفاقا دارم نقش محوری و اساسی رو من ایفا میکنم. گفت کو ساز و سرنای همراه نیست که؟ جدا دنبال میگشت کو ساکت سازی چیزی ارگی گرگی. زبانمو در آوردم گفتم ساز من اینه، ارکس هم همچنان. گفت چی داری میگی؟ باور کنید اگر 2 دقیقه دیگه ادامه میدادم این بنده خدا سکته مغزی میکرد. گفتم آقا اگر تمایل داری و میخوای ببینی پاشو بریم از نزدیک ببینیم، وگرنه حداقل نواری رو برای شما میفرستیم بعداً تماشا کن ببین عروسی اسلامی چی هست. واقعیت برای بسیاری جا افتاده نیست که عروسی اسلامی تو مسجد، عروسی اسلامی دیگه چیه؟ به بسیاری از جوانهای ما میان افراد میگن آقا تسلیه درز میکنیم، غم آخرتون باشه، خدا بیامرز. پاشه ایستیانی میخوای براتون بزنیم؟ ختم قرآن که میخوای بگیری؟ به صورت طعنه، به صورت مسخره، جوانی که احیای سنت کرده و بسیاری از جوانای ما را به همین خاطر گمراه کردن. من در اکثر مراسم عروسی اسلامی گفتم بد نیست اینجا بگم که اینها دوست نیستن، کسانی که با این گونه طعنه ها و تمسخر و استهزاها جوان ما را میخواد از خدا غافل کنن، از یاد الله غافل کنن. به خدا قسم که اینها گرگند، کاش گرگی می بود که فقط جان را می درید. ما در همین سال جاری به منطقه‌ای می‌خواستیم بریم برای برگزاری مراسم عروسی اسلامی. شب شنبه جوونی زنگ زد فلانی شما که میای این منطقه شب جمعه ما هم مراسمی داریم لطفاً قبول کن. ابتدا ناونو آوردم، بالاخره اصرار کرد، گفتم اشکال نداره جوون من میام. چطور جوون پیش ساز و ارکستر رو میزنه اون نمیگه نه، این جوان پیش یک طلبه ای از طلبه های جامعه اهل سنت رو میزنه. من قطعا میام، مشکلی نیست. شب جمعه برنامه تو ترتیب بده انشالله من خودم رو میرسونم. فردا شبش زنگ زد فلانی، گفتم بله. گفت میخواستم بگم که به عروسی من لطف کن نیا. گفتم چی شد جوون؟ گفت همه جوانها از دیشب که مطلع شدن منو تمسخر میکنن، به باد استهزا گرفتن که جوون
تو بیچاره یک بار میخوای داماد بشی، عرضه 2-3 بار زن گرفتن رو که نداری، یه بار میخوای تو عمر داماد بشی، به اصطلاح حال کنی، عشق بکنی، صفا کنیم، دور هم باشیم، اون یه شب رو هم میخوای خیرشایی رو بیاره اینجا، مردم بگریند و سر صدا بکنن، نوحه خوانی کنن. ول کن بابا، این همه سر عروسی ما رقصیدیم، ما از اون روز به بعد قلب ما رو داریم واکس میزنیم، دست پای ما رو کرم زدیم که کی مجلس تو بشه که 7 گونه برقصیم، 7 گونه برقصیم. گفتم جوون، مهم یک شب نیست، به قول جوونها یک شب 1000 شب نمیشه. البته ببخشید علما، ما تو عروسی ها دیگه دوست داریم با جوانها جوانی صحبت بکنیم، با مجلس ختم قرآن و بالاخره مجلس های مذهبی که این مذهبی است مقداری تفاوت داره که جوانان بفهمن این تعزیه نیست، واقعا عروسی ها، کار نداریم. گفتم یک شب 1000 شب نمیشه، ولی بحث اینه که تو فردا اون شب عروسی میخواد شالوده و اساس زندگی تو بریزی. حالا دوست داری به قول اصطلاح ما روستایی‌ها شیفته زندگی تو، شفته، اساس، شالوده، بنیاد، ریشه زندگی خودت رو با کلام خدا، با عبادت و طاعت پایریزی بکنی و اساس گذاری بکنی، یا دوست داری با معصیت، با الحاد، با شراب، با موسیقی، با 1000 دنگ و فنگی که دیگران میگن. مقدار صحبت کردیم، گفت فلانی بقیه جوونا رو ولش کن، حرف تو لطف کن بیا و حرف کسی هم گوش نده. گفتم مشکل نیست میام. گفتم خدا رو شکر صحبت من تاثیر گذاشت. فردا شب زنگ زد مجددا، من گفتم حتما میخواد برنامه عروسی رو بگه. مولوی خیرشاهی گفتم بفرما. گفت آقا لطف کن به عروسی من نیاد، دست از سر من بردار دیگه. گفتم جوون زور که نیست. ولی چی شد باز؟ گفت این همه سن و سالان منو نمیذارن، اینقدر طعنه زدن، پرده سیاه میخوام بنویسن. گفتم جوون به حرف اینا نکن، جماعت تبلیغ اونجا نیست، با یکی از تبلیغی ها مشورت کن، حداقل از خدا بترس، نکن برات روز قیامت اجر و حسنه ای میخواد بشه، همون رو میخواد نابود کنه ازت بگیرن. گفت نه پس بیا ولش کن. فرداش شبش زنگ زد باز مجددا، فلانی گفتم بله. گفت آقا یک کلام دست از سر کله ما بردار، به عروسی ما نیا. گفتم چی شد؟ گفت دیگه نیا. گفتم تو مثل اینکه به جای لوبیا حب بیانیا خوردی ماشاءالله. خلاصه سرتون رو به درد نیارم، حرف به نیا شد و به نرفتن و ما نرفت. به زور به عروسی کسی نمیره. تا اینکه شب جمعه گذشت، ما جای دیگه برنامه اجرا کردیم. صبح جمعه دیدم اول صبح باباش زنگ زد، فلانی. گفتم بله. گفت لطفاً پاشو بیا. گفتم دیگه مسخره تو پسرت نیستم. دیدم زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت فلانی تو رو خدا اگر به عروسی پسرم نیامدی، تو رو خدا به تعزیت پسرم بیا. گفتم چی شده پدرم؟ چرا گریه میکنی؟ گفت بلند شو به تشییع جنازه برسی حداقل. به خدا قسم رفتم جوان، وقتی که متوجه شدم که دیشب اینجا بالای 100 لیتر شراب آوردن جوانها، خوردن مست و لاابالی شدن امت رسول الله، اون جوان رو منحرف کردن، خوردند و نوشیدند و مست شدن و از حالت طبیعی خارج. بعد از اون عروس کشون و داماد کشون جوانها شراب خورده بودن، راننده اصلا حالش نبوده، دست و جهت خودشون ول میکنه، مستقیم میره زیر تریلی عروس و داماد در جا پرس میشن و از دنیا میرن. وقتی به تعزیتشون صحبت میکردم نمیدونید چه احساسی داشتم و شاید الانم ندونید. خود ما را به جای اون جوان قرار بدیم که میخواست یه شب با خدا حال کنه، یه شب با رسول الله عشق کنه، یه شب با علما باشه، خودشو به خدا نزدیک کنه. ولی تعدادی از جوانها، تعدادی از افراد لاابالی، تعدادی از جوانهایی از خدا بیخبر آمدن و نیتشو عوض کردن و بلا فاصله او رو در عجیب وضعیتی قرار دادن. تو ذهنم آمد و یادم نیست حالا اونجا صحبت کردم یا نکردم، ولی تو ذهنم این وضعیت آمد. یادم آمد از قصه‌ای، نه قصه بلکه واقعیتی که استاد بزرگوارم حضرت مولانا محمد عمر سربازی
بگید رحمت الله علیه. سر کلاس درس بیان کردن، حتما طلاب و یا مریدان اون بزرگوار اینجا حضور دارن و شاید این قصه رو شنیده باشن که گفتند حضرت مولانا خودشون فرمودن که من داشتم میرفتم نماز جمعه، قصه نیست، تاریخ نیست، به خدا قسم خودم با همین گوشم از مولانا و مولانا خودشون بیان میکردن ما جربنا علیه کذب و مولانا شخص دروغی نبودن. میگفت داشتم میرفتم روز جمعه به طرف نماز در روستای انزا که ناگهان صوت دلنشین قرآن منو مجذوب خودش ساخت. صدای قرآن از کجا میاد؟ دور برم نگاه کردم دیدم از داخل یک قبر زیر پام صدای قرآن میاد. خوب توجه کردم، تمرکز کردم، دیدم بله درسته، این یه قبر کهنه است. بعد از مرگش از قبرش صدای قرآن میاد. اینها مسائلی است که خدا به چشم من و توی جوان داره نشون میده که اگر هر فکر لایکی و بیدینی و بی خدایی و فکرهای یلری تلری اگر تو از آن هست همه رو بریز دور. اینها نمونه های تاریخی هن. میگه نشستم کنار قبر دیدم سوره اسرا رو، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام را داره این جوان قرائت میکنه. گوش کردم، گوش دادم تا این که به آخر رسید. آخر سوره اسرا اینه که و کبره تکبیرا، یعنی تکبیر بگو. مولانا میگه از ته قلب از بس که این جذاب میخونه گفتن الله اکبر، الله اکبر. گفتن من همان و قطع شدن صدای اون جوانم همان. رفتم تحقیق که این کیه، این کیه؟ صحابه است، از اولیای خداست، از شهداست، از صدیقینه. بعد از این که تحقیق کردم به من گزارش دادن که این قبر متعلق به یک جوان دانشجو حافظ کل قرآن، بعد از مرگش قرآن میخونه. تو ذهنم آمد که خدایا بعضی از جوانها تو زندگیشون با قرآن، تو حیاتشون با قرآن، عروسیشون با قرآن، غمشون با قرآن، بالاخره مراوداتشون با قرآن، حیاتشون با قرآن و بعد از مرگشون قرآن. و خدایا رحم کن به این جوانی که با ساز و موسیقی و شراب از دنیا رفت. چه جوابی خواهد داد؟ تو ارحم الراحمینی، میتونی این جوان رو ببخشی، ولیکن وضعیت بسیار قرمز بود. جوونا های جوون، فقط اومدم اینو بگم که گول نخور، گول هر کس نخور که ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نار خندان باغ را خندان کند، این باغ خندان امشب. صحبت نیکانت از نیکان کند. ای فغان از یار ناجنس، ای فغان هم نشین نیک جویید ای مهان. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. واقعیت اینه که دور شو از اختلاط یار بد. این گرگ اون جوان دوست نیست، مبادا تو رو غافل بکنه و بیاد یک شب همه چیز تو به هم بریزه. امروز جوانها بیدار شدن، به خدا قسم
جرأت نمی‌کنیم حتی تلفن همراهم رو روشن کنم. قطعا یه جوانه که عروسی اسلامی نیست. 125 عروسی شوخی نیست تو 6 ماه. 125 عروسی، 23 عروسی در یک جا شوخی نیست که ما در بندر عباس و همون جوانها خدا شاهد قول دادن. من ساعت 11 شب رسیدم اونجا، 11 شب جوانها جمعیت موج میزد، نواراش هست گوش کنید اونجا. بعد قول دادن که سریع بعد فلانی یه قول ازت میگیریم و اون اینه که 50 عروسی انشاءالله سریع بعد شما تشریف بیارید. سنگون چرا نباشه؟ جوانهای سنگان چرا بیدار نشن؟ میگن یک دوبار عروسی اسلامی برگزار شده، خداحافظ. چرا؟ آیا عروسی اسلامی کیف نکردید؟ آیا جایی که گناه و معصیت وجود نداره کیف نیست؟ کیف چیه؟ ساز و ارکستر، اون گرگ، اون ارگ، اون کیفه که به خدا قسم سیستم بدن انسان رو، روح و روان انسان رو نابود میکنه. طرف وقتی میاد اینجا دیوانه میشه، اصلا روانی میشه. من در سخنرانی امروز در مورد بهداشت روان و فکر صحبت کردم که این همه استرس و اضطراب دامنگیر جوان امت ما شده از کجاست؟ از بچه 2 ساله وقتی میبرن پزشک میگن آقا ایست قلبی و مغزی داره، تا پیرمرد 80 ساله که پاش لب گوره سکته مغزی و قلبی میکنه. این همه استرس و اضطراب از کجا اومده؟ چرا؟ دلیلش چیست؟ جوون، دلیلش اینه که ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. ما از خدا فاصله گرفتیم. به خدا قسم انسان اگر هرچه به خدا نزدیک بشه، باور کنید استرس و اضطراب ها کم میشه. جوان مسلمان چه کنیم که ما داروخانه اصلی و پزشک اصلی، متخصص اصلی رو رها کردیم. جوان دنبال این اون افتاده که مشکلش حل بکنه. یکی فکر میکنه مشکلش در پول حلال مشکلاته. یکی فکر میکنه ماشین، هم ماشین داشته باشه حلال مشکلاته. یکی میگه فرزند. همه اینها الکی است. به خدا اینها مشکلات رو افزایش میده. لطیفه هست مولانا رشید احمد رحمت الله علیه تو کتابش آورده، میگه یه زمانی یه جوان رفت روی درخت خرما، خوب بالا که رفت نمیتونست بیاد پایین. داد زد ها یا اهل روستا یا اهل فلانجا لطف کنید دوستان یک تکونه بخورید بیاید جلو، جزاکم الله. یک تکونه بخورید برادران از راه میان جا بشن، جزاکم الله. جمعیت خیلی زیاده. مطمئن باشید آقای داورپناه اگر پشت سر نه ما شما رو ببینیم، گل صورت شما رو جلوتر بیان ولی قابل رؤیت باشید. ماشاءالله. یک صلوات نعت بفرمایید. انشالله خسته که نمیشید دیگه. خیلی خوب، ما عبا رو در بیاریم مثل خود شما خوب راحت بگیرین شما اینو که به حساب این جوونا برسیم امشب که دیگه ما یکی رو دعوت نکنن. آقای داورپناه امشب اگر شما 1 دست ارکستر نه اگر 70 دست ارکستر هم می آوردی، باور کنید اگر این جمعیت جمع میشد این جوونها تو عروسی های ارکستر این همه جمعیت هست. پس عزت در کجاست؟ اون جوون ارکستری دلشو به چه خوش کرده؟ به یک زنگ زونگی کار نداریم. حالا با هم دیگر تسبیح حساب میکنیم آخر سخنرانی. حالا بخندید. میگن رفتن گفتن یا للمسلمین ای اهل ده، به دادم برسید، به مشکل خوردم، آمدم رو درخت نمیتونم بیام پایین. گفتم بریم پیش رئیس ده، اون دیگه حلال مشکلاته. رئیس ده هم از این رئیسایی بود که 3 کار میکرد. معذرت میخوام، بالاخانه‌ش رو تقریبا یه طبقش اجاره داده بود، ولی خب چون که پول داشت، میگن امروز هر کس که پول داشت برنده است دیگه. باید در همه جا، در صفحه جهاد، در صفحه‌های علمی همه جا بالا بشینه. معذرت میخوام البته به کسی بر نخوره ها، به صورت عمومی عرض میکنم. کار نداریم. رئیس دو گفت ای خاک تو سر شما بشه، اینم مشکلی شد. این که مشکلی نیست، مشکل اصلی آمریکاست، اسرائیل. این که مشکلی نیست، خیلی آسان حل میشه. گفت پس بیا لطفاً تو، من به خاطر همین اومدم پیش تو. گفت یک سیم بوکسل پیدا بکنید که کنده نشه. گفت باشه. رفتن یک سیم بوکسل بزرگی رو خریدن، رفتن اونجا به زور یک سر این تناب فرستادن بالا. به اون جوونه گفت محکم اینو به کمرت ببند. گفت بستم. گفت نه محکم، 1-2 تا گره دیگه بده باز نشه. گفت باشه. دیگه 70 تا از جوانای قلدر رو هم گزینش کرد. گفت بیا این سر تنابم دست شما. همین گفتم 1 2 به 3 که گفتم
محکم اینو با هم بکشید پایین. گفتن چی بشه؟ گفت اونش دیگه به شما ربطی نداره. میگن یکی رفت به مغازه سوپرمارکت گفت آقا یه نوشابه بده، گفت زرد باشه یا سیاه، گفت اونش دیگه به شما ربطی نداره. حالا این رئیس دم گفت اونش دیگه به شما ربطی نداره. فقط به سه گفتم، شما به این که من سه کار میکنم توجه نکنید. میگن همین گفت یک دو سه، این جوونا هم هماهنگ به حرف رئیس ده محکم ازم بالا این بنده خدا رو کشیدن. این مردن که اون وسط راه مرد که هیچ، بلکه جنازش کلا پرس شد. گفتن جناب رئیس چی شد؟ گفت به خدا نمیدونم، من 1000 نفر را تا به حال از چاه همینطوری کشیدم بالا، این لابد عجلش آمده که مرده. این عجلش آمده مرده، وگرنه ما هزاران نفر را از چاه همینطوری کشیدیم بالا. حالا دقیقاً همینطوره. ما برای حل مشکلاتمون به کسانی مراجعه میکنیم که نمیدونن خودشون مشکل چی هست و از کجا باید مشکل حل بشه. جوانان عزیز، من آمدم بگم مشکل کجاست، درد چیست، معضل در کجا جستجو بشه و راه درمانش از کجاست. اگر انسان در کنار الله ذوالجلال قرار بگیره، میگن افلاطون از موسی یه سوال کرد. افلاطون یکی از فیلسوفان بزرگ بود. گفت موسی پیامبر، گفت چیه؟ خوب گوش بده جوانها. موسی پیامبر، اگر ما آسمان را کمان و خدا را تیرانداز و مشکلات و مصائب را تیرهای اون کمان قرار بدیم، کجا فرار میکنیم؟ خیلی سوال مشکلی نه؟ خدا تیراندازه، آسمان با این عظمت تفنگ، مشکلات و مصائب و معضلات و استرس ها و استرابات و نگرانی ها و پریشانی ها تیرهای اون کمانن. از بچه 2 ساله گرفته تا پیرمرد 80 ساله، کجا میخوای فرار کنی؟ اگر به عقل مراجعه بکنی، عقل گوید 6 جهت راهی است، حدی بیش نیست. عقل میگه آقا 6 جهت راهه، بالا پایین جلو عقب راست چپ، هر 6 جهت هم پیش خداست و در جلوی دید خداست. جایی عقل گوید 6 جهت راهی است، حدی بیش نیست، ولی عشق گوید هست راهی، بارها من رفتم. عشق به خدا میگه بله یه راه هست، من بارها تجربه کردم. موسی جواب داد، گفت راهش آسونه و اون اینه که انسان در کنار تیرانداز وایسته، در کنار خدا قرار بگیر. به خدا قسم از همه استرس ها و استرابات و نگرانی نجات پیدا میکنی. حالا جوون، من اومدم، ما اومدیم، شما اومدین، اینجا جمع شدیم که اینو تجربه بکنیم که در کنار خدا بودن، محب خدا بودن، دوستدار خدا بودن، با خدا حال کردن چه لذت و صفا و صمیمیت و دور از هر گونه استرابی داره. غیر از اینه باور بکنید اگر امشب عروسی غیر اسلامی می بود، پدری که بچه‌شو میفرستاد تا آخر شب میلرزید، چاقو نزنن، آجر نزنن، شراب نخورن، مگر نه این است؟ شما ندیدید؟ من که به خدا قسم دیدم به کثرت کسانی که اول آمدن عروسیشون با ساز و ارکستر و نهایتا در پایان شب 2-3 تا جنازه رو دستشون افتاده. مگر شما ندیدید و نشنیدید واقعا؟ ولی توی عروسی حداقل اونها نیست. گذشته از این که این همه علما رو اینجا جمع کردید که با هیچ قیمتی حاضر نمیشدن. من اگر امشب باور کنید میلیون ها تومان در اختیار من قرار میدادید، باور بکنید حاضر نبودم از همه جلسات کلاسام بذارم بیام اینجا. ولیکن محبت شما جوانها، عشق به شما جوانها، عشق خدایی شما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم. نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. ما مسلمانیم و اولاد خلیل، از ابیکم گیر اگر خواهی دلیل. اصل ملت در وطن دیدن که چه، با دعا و گل پرستیدن ز چه. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. گر نسب را جزو ملت کرده ای، رخنه در کار اخوت کرده ای. تا ای کودک منش خود را ادب کن، مسلمان زاده ای ترک نسب کن. به خون احمر و رنگ و رگ و پوست، عرب نازد اگر ترک عرب کن. نه افغانیم نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، که ما پرورده یک نوبهاریم. صلوات نبی بفرمایید.
تو راه که می آمدم باورم نمی‌کرد که حنجره امشب یاریم بکنه بتونم صحبت بکنم. 2 ساعت و 3 ساعت صحبت خیلی بود، ولی خوشحال نشد که این حنجره بی انصاف من اینجوری خوب آب بندی شده که بعد از این که 2 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنم نو راه میفته، نو میخواد بفهمه که چه بگه. تا اینجا مقدمه صحبتم بود. اینجا مقدمه صحبته. فقط شما خسته نشید، از جانب من خاطر جمع باشید. 5 سالم بخوام اینجوری عادت کردیم. در مورد اینی که ما البته مقدمه جز سخنرانی است، وقتی هول نکنید از مسجد برید بیرون میگه بابا این مثل که بالکل نیست. در مورد محبت با خدا که ما چطور در کنار خدا قرار بگیریم، چه صفاتی در ما باشه که خدای متعال ما را به محب بودن، دوست داشتن قبول بکنه. آخر هر دوست یه خواسته هایی از یه دوست داره، الکی کسی با کسی رفیق نمیشه. به قول شما در عالم رفاقت یه عالم عجیبی ها، جوانها روی موتورشون می نویسن که در دست انداز عشقت شافنر قلبم شکست. حالا کسی که میخواد تو عشق خدا بیاد باید تو دست انداز عشق خدا شافنر قلبش که هیچ، بلکه همه هست و نیستشو باید در ترک اخلاص بریزه. 3 صفت، اگر وقت بشه 4 صفت از صفتهای محبان واقعی خدا رو میخوام براتون بگم. اولین علامت محب خدا، اصلا برای اینکه بفهمید یه مثال بزنم، یکی شما برای نسبت این جوانها دوست میشه یا دوست با یک دختر خانمی، با این معشوق مجازی، البته از این دوستای ناباب نه، از این دوستای ناجوری، مثل یک دختر خانمی برام ماه رمضان زنگ زد که من با دوست پسرم روزانه حدود 2-3 ساعت تلفنی صحبت میکنم. این وقت روزم که باطل نمیشه جناب مولوی. گفتم بستگی داره در چه مورد صحبت کنی، اگر میخواید تحقیق کنی همدیگه رو بشناسید واقعا اشکال نداره. گفت نه، اون به من میگن چقدر لبت قشنگه، منم میگم واقعا فدای چشات. گفتم تو ماشاءالله با این که اگر بقیه کارا رو ادامه بدی روزت باطل نمیشه. حالا یکی میخواد با یکی دوست بشه، دوست مجازی، چه صفاتی رو، چه کار باید بکنه؟ آیا غیر از اینه که باید هر چه دوست از دوست بخواد انجام بده؟ آیا غیر از این چیزی دیگه هست؟ یه دختر خانم که اون خوشگلیش یه مقداری باد بیاد کرمش سیاه میشه و تبدیل به یک انسان گرگی خواهد شد، درسته یا نه؟ یا مقداری که چیر و چروک بیفته، مثل اون پیرزالی که مولانا روم میگفت یه پیرزالی به عروسی دعوت بود، بعد این پیرزالا ماشاءالله دیگه وقتی عشق پیری گر بجنبه بس سر به رسوایی زند، میگه رفت دید جلو آینه، اول مقداری پشت چشماشو مثل چشمای قورباغه خوب سبز کرد، دید خوشگل نشد. قلم گفت مداد چشم بیاری، سیاه کرد، دید نه بابا. گفت بالاخره چی میگن اینا رو، رژ لب و ماتیک و سرخاب و شما جوونا که بهتر بلدید از این فرم ها و سفید کننده ها و پودرای فلان بزنید. دید نه بابا، این شگافایی که تو صورتشه هر کدوم به اندازه یک شلهه. گفت چیکار کنم؟ گفت یه قرآن بیارید. قرآن آورد. زمان قدیم قرآن ها دور برشون زرطلا بود، دیدی بودین آب طلا میدادن. گرفت این تمام دور بر قرآن رو برید، بعد میچسبون به صورتش، میچسبون 1-2 قدم که راه میرفت میافتاد، باز اون شله پیدا میشد. برگشت آمد باز میچسبون، از بس که ناراحت شد آخر انداخت، گفت لعنت بر تو ای شیطون. شیطون رو جلو پاش ایستاد، گفت لعنت بر تو، به خدا اینقدر تو استادی که ما شیطونا باید بیایم جلو پا بزنیم بگیم ای والله. واقعیت اینه. حالا صحبت رشته کلام از دستم در رفت. اینه که بعضی موقع ها این دوست دختر، دوست مجازی، از انسان هر خواسته ای که بخواد میگه چشم، نوکرت، قربونت، چاکرت. متوجه هستیم؟ وقتی هم گوشی رو برمی‌داره میگه الو، این نمیگه سلام علیکم، میگه نوکرتم، چاکرتم، از همین اولا فلان کارو بکن. چشم. تو منطقه ما یک ضرب المثل از جناب مولوی حسن زاده است، از منطقه ماست. میگن یه زمانی یه قد برف، 1 متر برف اومده بود به روستایی داریم به نام کلاته. میگه که 1 متر برف اومده بود، یه عروسی بود، نامه ها رو نوشته بودن، همه نامه ها رو فرستادن، گفتن نامه کلاته رو کی میبره؟ چون 1 متر برف اومده، راه هم نداره. یک جوان نامزددار بود، از اونجا بلند شد گفت بابا کلاته که هر کس میره، که کلاته هر کس میره کلاته، چون که خودش عاشق کلاته و نامزدش بود، فکر میکنه همه مردم عاشق کلاتن. حالا کسی که کسی رو دوست داشته باشه هر چی بخواد میگه فدات، به پات میریزم. حالا جالب اینجاست که همه ما ادعای محبت خدا رو میکنیم. سبحان الله. از فضیل عیاض غالبا میگه آقا اگر کسی از تو پرسید خدا را دوست داری سکوت کن.
چون که اگر بگی بله و انجام ندی و ملزومات و مقتضیات محبت خدا رو انجام ندی دروغ گفتی، و اگر بگی ها بر راست بگی خیلی خدای متعال ازت توقع داره. حالا اگر بگی دشمن خدا سینه میزنه تو گوشت که چی؟ من محب خدا هستم، خدا رو دوست دارم، ولی خدا رو چطور دوست داری؟ تعصی الاله و انت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. تو ادعای محبت میکنی ولی با خدا هیچ گونه ارتباطی نداری، هیچ گونه دوستی با خدای متعال نداری، این چطور محبتیه؟ اگر تو دوست خدا هستی خدای متعال راضی نیست که تو در سر عروسی‌ها ساز و ارکستر بیاری، خدا راضی نیست که تو نماز رو ترک کنی. این فرض بزرگ الهی که امروز به فراموشی سپرده شده و با پرچیده شدن تو ماه رمضان تو بار عبادتم برچیده میشه. خدا دوست نداره که تو به پدر و مادرت بدی کنی، خدا دوست نداره که نعوذ بالله تو به چشم بد به دیگران نگاه کنی. خدا دوست داره تو عبادتش بکنی، به او وصل بشی، به او برسی، همه چیز تو فدای خدا بکنی. جوونی میاد در محضر حضرت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، به دلیلی میخواد تو جنگ و جهاد شرکت بکنه، نمیتونه و پیامبر اجازه بهش نمیده. بعد از اینکه رسول خدا از جنگ و غزوه برمیگرده همه انبار غنیمت رو که تقسیم میکنه به این جوون هم سهم کاملشو بهش میده. این جوون زد زیر گریه. پیامبر فرمود چرا گریه میکنی جوان؟ گفت به خاطر دو چیز، یک که من در جهاد شرکت نداشتم و شما مال غنیمت رو دادی، این یک، و دومی که میخوام یه قول بدم به اون این که من سرباز بدون مرخصی شما هستم، همیشه تیر در کمان شما، هر جا پرتاب بکنی برم، و آرزوم اینه که تیری بیاد به پیشونیم بخوره و از پشت سرم در بیاد که روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه‌ای من نیز حاضر میشوم این سر خونی در بغل بیام پیش توی رسول الله. اونجا حداقل شاهدی دارم رفت تو جهاد شرکت کرد. بعد از این که جهاد تمام شد رسول خدا که جوانها رو و سربازان خودش یاد میکرد چشمش به این جوانی که محمد رسول الله از او انرژی میگرفت نیفتاد. گفت فلان جوان کجاست؟ صحابه بگردید، رفتن سلام پیامبر رو بهش برسونن. دید که این جوان آخرین رمق خودشو میگذرونه و داره از دنیا میره. همین قد تونستن که سلام رسول الله رو بهش برسونن که ای جوان تو داری میری ولی اینو بدان که ما سلام رسول الله رو برای تو آوردیم. گفت بلغ نبینا عنا السلام، سلام منو هم به رسول الله برسان و بگو یا رسول الله انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اون چیزهایی که تو در قرآن و سنت برامون گفتی دارم میبینم، حوران بهشتی رو، جنت و در واقع خدای متعال رو دارم میبینم. و سپس جانشو داد. رسول خدا آمد رو جنازه شروع کرد به گریه کردن. گفتند صحابه گفتن یا رسول الله این عجیب مرگی کرده، تیر اومده پیشانیش و از اون بر در آمده. رسول خدا گریه شد. گفت میدونید این جوان خودش از خدا اینو خواسته بود. و سپس میخواستن شهید با لباس خونیش دفن میشه. رسول خدا عبای مبارک رو در آورد. گفت این عبا رو بردارید و این جوان را در عبای محمد دفن کنید که روز قیامت هنگامی که از قبر بلند میشه، هنگامی که فرشته ها برکی و منکر میاد، از عبای رسول الله شرم کنن و به طرف اون ندن. جوون امروز عبای شیطان آمده رو تن ما، با عبای ابلیس خود ما رو ملبس کردیم. عبای رسول الله رفت. فکر نکن عبای محمد فقط مال او بود، فکر نکن، بلکه امروز هم اگر من و تو بخوایم به خدا قسم عبای رسول الله هست، فرق نمیکنه. فقط مهم اینه تو بخوای عبای رسول الله رو بخوای. محمد رو دیده باشی یا ندیده باشی. اون دید ولی اویس قرنی که ندید
اسمش شنیدید نه؟ عطار نیشابوری رو بخونید، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم من اگه بخوام برم تو این قصه ها وقتم میگذره و لب به کلامم میمونه. داشت میگذشت هر زمانی که از مدینه منوره میاد بیرون روشو به طرف یمن میکرد وای میستاد، ترمز میزد، استشمام میکرد بوی رو. گفتن یا رسول الله چه استشمام میکنی؟ فرمود انی لاجد ریح الجنة من وراء یمن، من بوی بهشت رو از پشت کوههای یمن دارم استشمام میکنم. گفت کی اونجا؟ گفت فردیست به نام اویس قرنی. گفت پیشت آمده؟ گفت نه تا به الان من اون رو ندیدم. گفت این چه کسی؟ سبحان الله که پیش تو نیامده ولی توی محمد عاشقشی. همه عاشقن تو معشوق، همه محبن تو محبوب، همه ودن تو مودود. چی شده که تو امروز عاشق او شدی؟ گفت مادر پیری داره، ای جوان، مادر پیری داره که شب و روز مواظب مادرشه و خدمت به مادر نذاشته بیاد پیش من. امروز پسر بزرگ میشه مادر رو نمیشناسه، زن که میگیره مادر دیگه چیه؟ آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچی گویند این جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشن هستی مصفا از صفای مادر است. گرمی آغوش مهرش را ندارد آفتاب، مهربان تر دیگر از مادر خدای مادر است. قدر و جاهی را که در اسلام دارا شد اویس، از کمال منت و خدمت برای مادر است. سبحان الله. کجا میرسه انسان؟ پیامبر اونو معاف کرده که نمیتونه بیاد چون که مادر داره. که ناگهان حضرت ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله ما او رو میبینیم؟ او شو طرف ابوبکر کرد گفت شما نه، ولی عمر و علی رضی الله عنهما شما دوتا میبینید. هر زمان که او رو دیدی سلام من و محمد رو بهش برسونید و بگید رسول الله از تو تقاضا کرده که در حق امت گناهکار شفاعت کنی و دعا بکنی. سبحان الله. و کجا میرسه انسان؟ و هنگام وفاتش رسول خدا عباشو در آورد، گفت این عبا رو و این لباس و جامه رو و ردا رو نظرت میخوام بدید به حضرت اویس و بگید برای امت دعا بکنه. حضرت ابوبکر که طبق خواسته رسول الله ندید، ولی حضرت عمر رضی الله عنه وقتی به خلافت رسید هر کس میامد میگفت هل فیکم اویس؟ هل منکم من یعرف اویس؟ کسی از شما اویس رو میشناسه؟ گفتن بابا اون دیوانه است، اون عاشقه، اون به اصطلاح روانیه، چوپانه، تو دنبال اون میگردی؟ گفت آدرسشو به این بدید. سبحان الله. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ محب و عاشق خدا رو میگن دیوانه. کسی که عروسی اسلامی بگیره بهش میگن دیوونه. تو عزا گرفتی یا عروسی؟ تو مسجدی همه رو جمع کردی که چه عروسی بود؟ بله واقعا امروز عقلا کمند، کسانی که چنین فکر عاقلانه ای از کیا کمند. میگه حضرت عمر اومد دید که سبحان الله، دید از دور اویس سر رو با سجده گذاشته و فرشته های بدری داره از گوسفندان اویس حراست و پاسبانی میکنن. انسان به کجا میرسه؟ امروز از گوسفندهای ما سگها و از شود سایر حیوانات درنده میخواد محافظت بکنه، از کشورهای ما نظامی ها و سپاهی ها. اما از گوسفندان اویس خدای متعال با فرشتگان مقربش. ما اینو تو زندگی من دیدیم، کسانی رفتن کوهن دیدن اونجا گرگ وجود نداره. گوسفندان منطقه کوهن به خدا قسم که چوپان ندارند. الان البته تا زمان حیات مولانا من رفتم ویل میچریدن، گفتم اینجا چه خبره؟ گفتن آقا اینجا گرگ نداره. گفتم گرگ نداره آیا دزدم نداره؟ گفتن جایی که محب خدا باشه دشمنان خدا دور میشند.
امروز محبان واقعی خدا کمن عزیزان من. جایی که محبت آمد بغض ادارت میره، جایی که دوستی بیاد کینه میره، در قلبی که محبت الله بیاد محبت غیر الله نابود میشه. اقبال باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هله برخیز که اندیشه دیگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفتم تو این دل حب غیر الله جا گرفته، حب زن، حب مال، حب ماشین، حب اون چی که دلت میخواد. گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد، که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. این مهم عزیز من. بعد اویس چشمش افتاد، متوجه شد کسان داره میاد، فوراً سلام داد. بعد گفت کیه؟ گفت من عمرم. گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، چرا اومدی اینجا؟ گفت آمدم سلام رسول الله را برسونم. گفت کو نشونی؟ گفت اول تو باید نشونی تو بدی. پیامبر به ما گفته کف دستت سفیده اندازه پنزاری. اویس دستشو نشون داد، پیامبر رو ندیده. اینا هم ردای پیامبر رو دادن. گفت پیامبر گفته در حق امتم دعا کن، در حق جوان سنگانی دعا کن. اویس گفت چادر رو بدید بپوشم. ردا رو پوشید و رفت سر به سجده گذاشت. گفت به عزت و جلالت قسم تا زمانی که خواسته رسول الله برآورده نشه و گناهکاران امت بخشیده نشن، من سرم از سجده بر نمیدارم. چقدر به فکر ما بودن و امروز ما چقدر غافلیم. اقبال کجایی که زبان تو ببوسم، ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. میگه ما از خدا گم شدیم، دنبال این کوچه پس کوچه میگردیم، ولی به خدا به جستجوست، به دنبال ماست. چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست، گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان بهای اوست. در نرگس آرمید که بیند جمال ما، میگه همه جا دنبال تو میگردم جوان. ان الله یبسط یده باللیل یتوب مسیء النهار، دست بلا کیفشو در شب دراز میکنه تا گناهکاران روزی بگیره بکشه بالا، و در روز دستشو دراز میکنه تا گناهکاران شب بکشه بالا. ولی چه کنیم که امروز جوان ما دیگه واقعا فکر نمیکنه، شاید یادآوری نشده، ولی جوانها اگر میخوایم محب واقعی خدا باشیم، بیم اعمالی که خدای متعال دستور داده انجام بدیم. نماز، روزه، بر والدین، عروسی‌های اسلامی، صله رحم، اخلاق حسنه و الی آخر که همه خودتون میدونید ماشاءالله همتون عالمید تو سرزمین عالم خیزی. باور کنید این از ته قلب میگم، من وقتی از منطقه خاف زنگ میزنن فلانی بیا، شرمنده میشم به خدا. آخه کجا برم؟ زیر به کرمان بردنه. این همه علما خش به دریا زدنه، این همه علما وجود دارن، شاگردان رشید مکتب مولانا مطهری که تمام دنیا از فیضان علمش سیراب شد. من کجا برم اونجا؟ ولیکن محبت شماست. های جوان خافی مواظب باش، جوان خافی خام نشی، جوان سنگانی سنگ نشی، سنگ دل نشی، بلکه سنگ باشو در مقابل کفار و مشرکین، ولی در مقابل مؤمنان رؤوف و رحیم آب باش که همه دنیا رو سیراب کنی. عابد خدا باشی، نماز و طاعتمون رو انجام بدیم. من امروز در اونجا هم پیرامون بهداشت روانی گفتم که در دانشگاه از زهرای اصفهان روی 91 دختر دانشگاهی پژوهشی انجام گرفته و نهایتا متوجه شدن که 99% دختر خانمایی که نماز میخونن کمتر با استرس و اضطراب مواجه میشن. اینا چیزایی است که تو جامعه ماست. جوانی که نماز میخونه عبادت میکنه از هیچ چیز نمیترسه، چون که میفهمه کنار خداست. وقتم گذشت. این یک. دومی و مهمترش اینه کسی که از خدا میترسه و خدا رو دوست داره و میخواد با خدا حال کنه، اینه که اعمالی که نارضایتی خدا را فراهم میکنه اشتراک میکنه. آیا درست یا نه؟ آیا کسی از معشوق خودش رو ناراحت کنه؟ آیا کسی از محبوب خودش رو ناراحت کنه؟ هرگز دیگه محبتی باقی نمیمونه. ما هم که ادعای محبت میکنیم، چی میگن؟
اتق المحارم تکن اعبد الناس. از محارم، از گناهان، از معصیت ها دوری کن، تو عابدترین مردم تویی، دوست داشتنی ترین افراد تویی. اون تو هستی که با خدای متعال نزدیک میشی. از معاصی دور کن، از عبادت ها، از بالاخره معصیت ها که هر گناه زنگی است بر مرآت دل شود از این زنگ ها خار و خجل. چون زیادت گشت دل را تیرگی، نفس دون را بیش گردد خیرگی. خدا نکنه جوان که معصیت و گناه برات طبیعی بشه. خدا نکنه که از چهار راههایی که خدای متعال، چراغ قرمزهایی که سر چهار راههای عمرت روشن کرده بیگدار رد بشی. خدا نکنه از این پلیس مخفی نترسی. امروز اگر یه پلیسی با دوربین نامحسوس بخواد کنترل بکنه، بلافاصله سرعت رو کم میکنی، ولی خبر نداری در دنیا تو هم پلیس مخفی است. پلیس مخفی که هر لحظه تو را مورد کنترل قرار میده. پس بیاییم از گناهان، هر لحظه که گناه به روی ما لبخند میزنه تو باید پشت بکنی. 2-3 روز قبل داشتم میامدم که ناگهان رادیو رو گوش میکردم، عجیب خبری شنیدم تحول در من ایجاد کرد، اشکم سرازیر شد. گفتن تو فلسطین وقتی که میریزن مثل گرگه‌های گرسنه جوانهای مذهبی و غیر مذهبی رو جمع میکنن از درون دانشگاه، میریزن تو انبارها و کانتینرها برای بازداشت. جوان به خدا اگر ذره غیرت داشته باشیم دیگه بس میکنیم دور همه رو خط میکشیم. اگر ذره وجدان باشه که انشاءالله در وجود شما با اومدنتون هست، وگرنه کسی بیکار نیست امشب اینجا بیاد بشینه گزافه گویای منو گوش کنه. میگفت که همه رو جمع میکنه مثل گوسفند میریزن تو کانتینر، بعد میبرن تو سلولهای انفرادی برای اینکه تشخیص بدن که جوانهای مذهبی کیان و جوانهای لاابالی کیا هستن. تشخیصشون مشکله، چون که میدونی جوانهای فلسطینی مذهبیشون هم کت و شلواره و ریشش تراشیده است، غیر مذهبیشون همچنان. میگه بعد چند روزی که اینا رو نگه میدارن، ناگهان شبانگاهان یه دخترهای بسیار جمیله و حسینه و زیبا رو با کمال زینت و آرایش میفرستن به سلول این جوان که با ناز و اشوه و کرشمه جوان رو منحرف کنن. هر جوانی که مرتکب زنا بشه آزادش میکنند. تو کسی نیستی که مورد نظر مایی، تو کسی نیستی که آمریکا ازت بترسه، تو کسی نیستی که دنیایگان از تو بلرزه، تو کسی نیستی که محمد با کشتن دلش بلرزه. تو جوان تربیت یافته عمر نیستی، تو جوان تربیت یافته ابوبکر صدیق نیستی، برو آزاد. اما جوانی که دست به گناه نزنه، میدونه گناه نکردن یعنی سردار رفتن، میدونه تکه تکه شدن، میدونه شهید شدن، ولی به اونها میگه وقتی زلیخا میخواست به یوسف نزدیک بشه رو بطش یه پارچه انداخت. یوسف گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت در حضور خدا شرمم میاد که گناه کنم. از یه بت خجالت میکشید، ولی امروز جوان ما از خدای حی و قیوم و سمیع و بصیر نمی‌ترسه. و این جایی وضعیتی است که داره پیش میاد. بعد از این که زنا نمی کنند بلا فاصله تیربارانش میکنن. به خدا قسم شب 28 ماه رمضان یا 29 یه جوونی از عراق بهم زنگ زد، گفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت مدیونی اگر اینو سر هر منبری نگی. جوونا دور برم بودن شنیدن. گفت فیلم یه دختر لخت مادرزاد رو تو موبایل ها دیدی که بلوتوس میکنن، به اون دارن تکه تکه میکنن، با سنگ و چوب میزننش، نابودش میکنن. گفتم من ندیدم. جوانهایی که دور برم بودن گفتن بله فلانی ما تو موبایلمون هست. گفت از جوانهای دور برت بپرس جرم این زن چیه؟ شاید تو موبایلای شما هم شاید شنیده باشی. همه گفتن این جرمش زناست، به جرم فاحشه‌کاری، چون که جزء زننده ها پدر و مادر دخترم هست، برادرهاش هم هستن، قاضی شهرم هست، همه هستن.
گفت جرمش فاحشه‌کاری و زناه. پسره گریه کرد گفت به خدا من پسر عموی اون دخترم، جرم اون اینه که پدر و مادرش شیطان پرست بوده، ولی او از طریق قرآن لا اله الا الله محمد رسول الله را خونده. به خدا که جرمش لا اله الا الله است. میزننش، تو حداقل از آبرویش دفاع کن. زد زیر گریه گفت یک جوان برای خدا میمیره بدنام میشه و جوانها تو موبایلاشون. گفتم از کجا معلوم تو راست میگی؟ گفت سخنرانی کدوم یک از علمای عراق میخوای که برات بفرستم، از طریق ایمیل برات ایمیل کنم که باورت باشه؟ اون جوانها برای رسیدن به خدا همه هست و نیستشون رو میریزن. خانم مونیکا کلارک تو لندن بعد از اینکه مسلمان میشه قاضی شهر میخواد، میگه آقا خانم یا شوهرت یا بچه‌هات، شوهر و بچه‌هات، یا قرآن و محمد و اسلامت، انتخاب گزینش بسیار سخت. امروز ما حاضر نیستیم اسلام با 1000 تومان تو این بازارها به 1000 تومان قرآن به فروش میره. 1000 تا قسم میخوره تا این جنس ایرانی رو به جای ژاپنی بفروشند. ولی اون بعد از این که میاد در ترازوی سنجش قرار میده، گستاخانه بلند میشه جلوی قاضی، میگه ای قاضی شاید فکر کنی که زبرم، خانوادم و شوهرم و بچه‌ام اهمیت نداشته باشه، ولی اینطور نیست. ولی به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد، وقتی من خوب فکر میکنم میبینم که بچه‌ام خیلی اهمیت دارن، شوهرم خیلی اهمیت دارن، ولی که اهمیت نام خدا و محمد از 1000 تا فرزند برام مهمتره. این خانومی تازه مسلمان شده، حالا جوون ما میگه ولش کن، راه رو بزن، چاه رو بزن، راه خدا رو از دست نده. اشکالی نداره، عروسی اسلامی هم میگیریم، مولوی که رفت این نوار رو روشن میکنیم، مشکلی که نیست که ساز و ارکستر که نمیاریم، نوار رو روشن میکنیم. اینطور نیست، یکی رو باید انتخاب بکنی، یا راه یا چاه. اگر تو چاه افتادی تو لجنزار نمیتونی بلند بشی، یا اگر راه رو انتخاب بکنی به همه چیز میرسی. این خیلی اهمیت داره. تو موبایلا این ابزار بسیار بزرگ. چی شده امروز جوانها؟ قبلا اگه کسی میرفت سر چهارراه نگاه میکرد، ولی الان میبینی که همه جا دارن موسیقی میخوای تو موبایل، فیلم بعد میخوای تو موبایل، نمیدونم عکس سکس میخوای تو موبایل هاست. بعضی از این جوانها واویلا سر نماز که زنگ میزنن ملا و مقتدی رو میخواد به رقص بیاره، نوار همیلا و شکیلا و هایده رو میذارن. بعد جوانها بعضی میگه چرا اینها رو گذاشتین؟ میگه جناب مولوی سخت نگیر، سدیس هم توش هست. هی بی انصاف، سدیس آیه قرآن با اون چطور اینها رو دور هم جمع میکنی؟ هیچ زمان نجاست و طهارت یه جا جمع نمیشن، یا نجاست یا طهارت. ای جلال الدین به یک دل جا نمیگیرد دمه، کی به جانان میرسی تا از سر و جان نگذری. عروسی ها اگر اسلامی 100% اسلامی باشه، اگر نیست که نیست دیگه. یه زمانی میگن تو بلوچستان رسم بود که خسته که نشدید انشالله. انشالله خسته نشید. جوونا بعضی دارن تازه میان، من هوای اونا رو باید داشته باشم. میگن تو بلوچستان رسم بود، حواس این طرف باشه، میگفت هر کس که داماد میشد برای اینکه بشناسن، حالا ما شاداماد خودمون رو نمیبینیم، به هر حال اونجا دامادها رسم بودن که یه شال قرمز دور سرشون میکردن برای اینکه شناخته بشن که این داماده. این داماد بنده خدا شال قرمز نداشت، از رفیق همسایش قرض کرد، گفت همین شال قرمز تو بده که من امروز دامادیم، بالاخره بعد از زشت کاروانی میخوام بریم فلان جا. شال قرمزشو گرفت، تو راه که میامد یه مهمانی آمد از راه دور، گفت که شاداماد کیه؟ همین صاحب شال برداشت گفت شاداماد اینه، ولی شال مال منه. این که رفت گفت مرد که خاک تو سرت بابا، یک شال داشتی ببین شالت مال خودت باشه. گفت نه ببخشید معذرت میخوام. گفت نه دیگه، تو ما رو ضایع کردی به اصطلاح بچه‌ها، کلاس ما رو آورده پایین. مثل این جوان‌ها که الان هستن بعضی خواستگاری میرن، میخوان برای اینکه کلاس بیارن ماشین بنز الگانس رو از دیگری قرض میکنن، بده یه کلاسی یه ریلکسی برن، یه آرتیست بازی در بیارن که دختره دیگه لباش تا پشت گوشاش باز بشه. یا بعضیا میان شلوار قرض کردن باور کنید، لباس، و بعضی هم 3-4 تا کلمه انگلیسی
تنکیو پنکیو وریماچ یاد گرفتم که بگن اونجا من هنگ کنگ درس خوندم، چند تا کمپانی توی نمیدونم لس آنجلس آمریکا دارم. بالاخره این گفت شالتو بگیر. گفت نه دیگه نمیگم بابا. رفتن جلوتر، یکی دیگه آمد گفت که داماد کیه؟ همین صاحب شال خیلی بنده خدا مثل که عجله داشت، گفت داماد همین شالم مال خودشه. گفت مثل که بابا تو رد همین شال ول نمی‌کنی. خب این چه فرق کرد با اون جمله اولی؟ بابا بیا همین شالت بردار، من نخواستم بیزارم سلخ میرم. گفت نه بابا دیگه این زیپ بکشیده کار ندارم. رفت جلوتر، میگه که دیگه آمد گفت که داماد کیه؟ صاحب شال برداشت گفت داماد ایه، به شال کاری ندارم. معنی هر ستا یکی بود. حالا جوان ما میگه ما عروسی اسلامی که اسلامی میگیریم ولی ساز و ارکستر نمیاریم، نوار سی دی میاریم، سی دی بالاخره شو میاریم، شوی ایرانی، اشکال نداره، از خود ماست، دخترای خود ماست میرقصه، بچه‌ها هم تماشا میکنن، حال میکنیم به اصطلاح. این نشد، همون شاله، هر ستاش یکیه. اگر محب خدا هستی دور همه معاصی و گناه رو خط بکش که با خدا قسم گناه مایه ذلت، مایه بدبختی است، مایه شقاوت و گناه است که انسان رو به طرف جهنم میکشه، گناه است که انسان رو بیچاره میکنه و عبادت و توبه است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. این دو و سومین علامت محب خدا اینه که با ذکر خدا انسان از ذکر محبوبش خیلی خوشش میاد. کسی که خدا رو دوست داره یک سر دوست داره از خدا بگه، از خدا بشنوه، ذکر خدا بشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، که روح و روان انسان با کلام خدا آرامش میگیره، با قرآن آرامش میگیره و قرآن مایه عزت و شرافت و مجد و بزرگی است. قرآنی که یک زمانی امتها را به اوج سعادت میرساند. من فقط یک قصه بگم صحبتمو خلاص میکنم. ما تو تاریخ جوانی داریم به نام عمرو بن دینار، یکی از اولیای خدا و سلاطین اقلیم عشق. جوان همین قصه رو گوش کن دیگه، از این قصه مجمل مفصلش رو بخوان. این عمرو بن دینار، من تو کتاب آیت الله دستغیب یکی از علمای بزرگوار شیعه هم این قصه رو خوندم. این عمرو بن دینار هر جا عروسی غیر اسلامی بود دیگه ماشاءالله حضور ایشون سبز و پررنگ، انواع موسیقی و ترانه ها، انواع رقص های اونچنانی. توی منطقه ما مشهد، من میخواستم برم اون سفری که میخواستم برم بندر عباس، شبش یه عروسی اسلامی بود. داماد آمد گفت من میخوام عروسی اسلامی بگیرم، مادر خانومم نمیذاره. گفتم مادر خانومت چند سالشه؟ گفت باید 60 خورده سال باشه. گفتم وا به اینا، بگو بیاد اینجا من باهاش صحبت کنم. این پیرزن حتما خدا جوتر میفهمه. گفت اشکال نداره. شب دم عصری مادر زنش آورد، دیدم که به به ماشاءالله پیرزن. گفتم که چرا نمیذاری این جوان عروسیش اسلامی بگیره؟ این جوان از خدا بترس پیرزن. گفت نه مولوی، این یکی رو نداشتیم، من فقط همین یه دختر دارم. باور کنید نذر کردم سر عروسیش به 7 مدل رقص هندی برقصم. گفتم وا ویلا پیرزن، اسرائیل صبح در خانه داره در میزنه. گفت برو میخوای جوانا رو عقده‌ای بار بیاری، یک شب بذار عقده‌ای درشون رو بترک کنن، بعد من مسلمان میشن، دیندار میشن، قرآن گوش میکنن. دیدم بابا این از من ملاتره ماشاءالله. گفتم تو رقص هندی بلدی؟ گفت من روزی 7 حلقه فیلم هندی تماشا میکنم به خدا، و اگر باورت نمیشه امشب بیا که برات برقصم. گفتم دیگه دور من یکی رو خط بکش. حالا این آقای عمرو بن دینار از این پیرزن خیلی ماهرتر بود. همه جا عروسی‌های غیر اسلامی میرقصید، موسیقی‌های آنچنانی، شراب و کباب و رباب، همه چیز گرم، جوان‌ها رو به اصطلاح شاد میکرد. بعد اتفاقا یه خانومی خدای متعال بهش داده بود، صالحه، عارفه، کامله، زاهده، عابده، تقیه، باره، خدای دیگه. هر چی بهش نصیحت میکرد میگفت برو زن، اگر دیگه حرف بزنی قرار باشه برام سخنرانی بکنی طلاقت میدم. یه بچه‌ای به دنیا آمد، زنه گفت اسمشو میذارم محمد به تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. این گفت نه، اسمشو میذارم آزیتا و روزیتا و مونیتا و کوروش و جمشید و بابل و کابل و آیدیل و شکلات. این اسمایی که رسم بین جوانای ما. گفت که نه بابا. نهایتا دعواشون افتاد، گفت پس تو اسم خودتو بگو،
من اسمشو محمد میگم. گفت اشکال نداره. مادر خیلی نقش اساسی ایفا میکنه واقعا. در دفتر معلم و آموزگار نیست آن تربیت که زاده دامان مادر است. رفتار مادر از پی سرمشق کودکان بهتر ز هر کتاب و ز هر گونه دفتر است. و به قول اقبال مادر میگه فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند، تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. کار نداریم. مادر بلافاصله فرستاد به مکتب قرآن. 5 ساله، به سن 7 سالگی شد حافظ کل قرآن. بعد از اینکه حافظ شد رفت حوزه علمی که ادامه بده، که در همین شبها و روزها بود که خدای متعال آزمایش سختی این بچه رو کرد و جون مادر رو گرفت و مادر از دنیا رفت. پدر که منتظر چنین فرصتی بود و مترصد بود و در کمین بود، رفت بلافاصله دست بچه‌شو گرفت از حوزه علمیه. گفت بس دیگه، میخواد که ملا بشی چی؟ نهایتی بشه بهت میگن ملای چلپک خور فردا، دیگه چیزی غیر از این نمیشی. اینجوریه نه؟ بچه هایی که با معدل 20 برو بابا برو دبیرستان، فردا یه مهندسی بشی که پوزه بزنی. همین چند وقت پیش یه بچه آقای آمد پیشم میگفت که بچه‌مو با کلاس حفظ ثبت نام کن. گفتم چقدر کلاس خونده؟ گفت 3 راهنمایی خونده. گفتم قبول شده؟ گفت که تقریبا قبول شده. گفتم چند تا تجدید آورده؟ گفت 9 تا تجدید. وقتی که بچه 9 تا تجدید آورد میبینه که مدرسه راش نمیده، برو بلکه یک ملایی میشی دیگه. اینجاست که باز میخوان عالمای خوبم داشته باشن. از کجا؟ وقتی بچه خدا میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما تو از بهترین اموالتون در راه خدا انفاق نکنید به بر و نیکویی نمیرسید، و از بهترین بچه هاتون اگر برای خدا تقدیم نکنید به درد نمیخورید. بچه های رفوزه رو بفرستید حوزه علمیه، واقعا عجیبه. بوزی که نیست بابا، وقتی میخواد زکات بده بوز لنگی که 2 روز قرار بمیره میگه برو یه تا مال خدا باش. گوسفند بهترین گوسفند برای زکات، بچه بهترین بچه برای مدرسه دینی. پدر منتظر بود، رفت دست بچه‌شو گرفت گفت بیا بیا بیرون. هرچه پسر گریه کرد، محبت خدا تو دلش نهادینه شده بود، شالوده و اساس گذاری شده بود. هرچه گریه کرد گوشش بدهکار نبود. پسر محبت خدا تو دلش بود. نوجوان‌ها، بچه‌ها، جوان‌ها گوش بدین. میگه شب بچه بلند شد، نیمه های شب سر رو به سجده گذاشت، گفت خدایا تا امروز زندگی روی کره خاکی برام خوب بود که در راه تو و در جهت تو و در طریق تو و در طبق مرضیات تو حرکت میکردم. خدایا امروز که قراره بابام منو نوازنده و موسیقی دان بکنه و بچه فردا بیاد تو مجلس ها لهو و لعب بکنم، خدایا این زندگی رو نمیخوام. تو رو خدا سرمو که به سجده میذارم، چشمامو میبندم، بار دوم که چشمامو باز میکنم در جنت کنار محمد رسول الله. سرشو گذاشت دیگه بر نداشت. اینو میگن محب واقعی خدا. جوون آخر صحبت من قصه آوردم که بفهمی و من بفهمم، خودمو میگم که محب واقعی خدا یعنی این که گاهی زیر زمین برای انسان از روی زمین بهتر میشه. چرا؟ چون که زیر زمینی که خدا در کنار انسان باشه، روی زمینی که خدا در کنار انسان باشه، در ظلمت، در تاریکی، در روشنایی، در خلوت، در جلوت، همه جا خدا هست. در دوزخ اگر وصف تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. در بی تو یا الله به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت در دلم تنگ آید. ذوق نامش عاشق مشتاق را از بهشت جاودانی خوشتر است. گرچه در فردوس نعمت ها بسی است، وصل او از هر چه خواهی خوشتر است. زنده کنی رضای تو، بر بکشی فدای تو، دل شده مبتلای تو، هر چه کنی رضای تو. ناخوش تو خوش بود بر جان من، دل فدای یار دل رنجان من. از دستت آتش بود، ما را ز گل مفرش بود، هر چه سایت خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. صحبتم رنگ عرفان گرفت، رنگ خداشناسی گرفت. کار نداریم این جوان
از دنیا رفت طبق دعاش. پدر چون که تنها فرزندش بود و خیلی دوستش داشت زد زیر گریه و زجه، اینقدر فغان زد مردم بردن دفنش کردن، این گریه میکرد که در همین حالت خوابش برد. خوابش نبرد بلکه بیهوش شد که ناگهان در عالم بیهوشی، گفتم اینو کتاب شیعه و سنی آورده مستنده، ناگهان در عالم بیهوشی صحرای محشر براش نمایان و آشکار و هویدا گشت که 1000 تا مار و اژدها دنبالشن میخوان نیشش بزنن و ببلعنش. بودو رفت خودشو به پیرمردی رسون. پیرمرد به دادم برس، گفت نمیتونم. گفت راهنماییم کن. گفت به طرف غار. رفت به طرف غار، دید که 1000 تا اژدهای دیگر به بنبست گیر کرد. پشت سرم اژدها، جلویم مارها. به پیرمرد رسول کجا برم؟ تو کی به دادم نمیرسی و اینا کیان؟ گفت این اژدها چشم و چشم چرانی توست، زنای توست، گوش دادن به موسیقی بینمازی توست، غیبت و تهمت و تمسخر و استهزاء و طعنه و 1000 گناه توست. گفت تو کی؟ گفت من همون 2 روز روزه‌ای که گرفتی 2 رکعت نماز خونی، اینقدر ضعیفم که نمیتونم. و واقعا امروز همینطوره. از ته قلب دعا کنید خدایا من و شما، اول خدا ریا رو از من و شما بگیره، اخلاص بده و سپس در اعمال ما روح بده که روز قیامت اینقدر بیروح نباشم. گفت کجا برم؟ گفت به طرف دره برو. دید بدتر شد. گفت به طرف اون کوه. میگه به طرف کوه رفتم دیدم تعدادی بچه هاست. گفتم ولش کن اینها بچه هن. میخواستم برگردم که ناگهان از میان بچه ها بچه ای صدا کرد که بابا بابا. گفت تو کی؟ گفت من پسرت محمدم. بابا تو رو خدا برگرد. بابا تا کی؟ اینجا بچه ها با پدر حافظ کل قرآن اومدن، بابای شهید، بابای تهجد گزار، بابای نفل گزار، بابای قاری قرآن و کنار رسول الله مباهات و افتخار میکنن. بابا به خدا قسم اگر رسول الله ازم بپرسه که بابات کیه، ننگم میاد اسمتو ببرم. بابا آبرو نریز، برگرد، بسه. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. هرچه داری در دل از مکر رموز، پیش حق پیدا بود مانند روز. لطف حق با تو مواساها کند، بابا چون که از حد بگذری رسوا کند. بابا هر طور شده برگرد، سبب خفت من نشو. گفت چه کار کنم؟ گفت یه کادو از رسول الله آوردم برای تو، یه جعبه. گفت بده بهم. جعبه رو برداشت، از حالت بیهوشی در آمد، بهوش که آمد دید یه جعبه تو بغلشه. پیش علما رفت این جعبه رو باز کنن. جعبه رو که باز کرد میدونی توش چی بود؟ جعبه رو باز کرد دید یک جلد کلام الله مجید، قرآن به دل فسرده جان میبخشد. قرآن عظیم الشأن، قرآنی که امروز تو تاقچه هاست میگذارن که جن و دیو و پری تو خونه ها نیاد. برای این نیامده قرآن. یا اینکه عروس داماد از زیرش رد بشن یا سر قبرستون بخونه. یا که چی مثل جوونی آمده بود پیش من دور تا دور قرآن رو گفت یکی از جوونها گرفته قرمز کرده با خون. گفتم چرا؟ گفت من نذر کردم اگر خدای متعال فلان مشکل منو حل بکنه تمام برگه های گوسفند میکشم با خون مسفوک حرامه، تمام برگه های قرآن رو قرمز کنم. به خدا تو جامعه ماست. به اون طرف سوریه مرکز خلافت اسلامی، شما نمیدونه اخبار چقدر در جریانید، آمدن تو صفحات این قرآن عظیم الشأن آرم شرکت بزرگ کوکاکولا، نوشابه کوکاکولا رو که یک شرکت اسرائیلی است، کار نداریم تعداد، میگن حتی کوکاکولا وقتی برعکس بخونید نوشته میشه لا محمد لا مکه، به اونم کار نداریم حالا راست دروغش، ولی یک شرکت اسرائیلی که هست تو تمام صفحات قرآن در کشور سوریه قرآن رو پیام بازرگانی کردن به خدا و شرکت کوکاکولا رو باش. و اون طرف در گوانتانامو
دیشب من داشتم کتاب خاطرات مولانا عبدالسلیم سلام ضعیف سفیر طالبان رو که الان از زندان گوانتانامو آزاد شدن بخونید. علما دیدن قطعا، عکس‌ها و تصاویرش هم از مستند. میگه تو زندان تو ماه رمضان یهو دیدم سر و صدایی شد، گفتم خدایا چه خبره؟ بچه‌ها دارن جیغ میکنن. چشمت نمی‌زدم بالا، دیدم قرآن‌ها رو از جیب بچه‌ها میارن بیرون. قرآن‌های کوچک بچه‌ها طلاب طالبان و القاعده مسلمونا داشتن قرآن میخوندن، در می آوردن قرآن ها رو. خوب زیر چشم نگاه کردم دیدم جیغ و داد میکنن. وقتی نگاه کردم دیدم قرآن ها را جمع کردن به خدا، در روی قرآن ها دارن ادرار میکنند. کلام خدایی قد خاک شده، چون که قرآن کسی رو نداره. بیاور شده امت رسول خدا، بی عمر شده، بی صدیق شده، بی عثمان و بی علی شده. و امروز جوان ما دلش خوشه که نوار ترانه و سر عروسیش داره حال میکنه به خدا و باله. و روز قیامت باید جواب بدی. عمر گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت راه ایران ناهمواره، میترسم گوسفند ایرانی به زمین بخوره و پاش بشکنه. ولی امروز با ساز و سرنا تو قلب عمر رو میشکنی ولی پروایی نداری. تو جگر رسول الله رو آب میکنی. عقده کرده کلو. چطور بشنویم تو منطقه خاف، تو سنگان؟ باورم نمیشد وقتی زنگ میزدن این همه محبت رو دیدم که جوانها بیرون داخل نشستن. آخر چطور دلتون میاد؟ چه بد دیدید از این مراسم؟ حداقل گناه نکردید. حداقل روز قیامت اگر حمزه با جگر پاره پارش بیاد، سمیه با بدن تکه تکش میاد، من و تو هم میگیم خدایا عروسی هم بود میدونستم گناه بکنم، عروسی بچم بود، برادرزادم بود، پسر عموم بود، میدونست هر بلایی به سرش بیاره، ولی به خاطر رضای تو همه رو گذاشتیم کنار. حداقل همین هست. جوانان عزیز، بیایم برگردیم شادی رو درست ترجمه کنیم. شادی واقعی اینجاست که از اول شب خندیدین، همه شما شوخی کردیم با هم دیگر، صحبت از خدا و رسول کردیم، الحمدلله معصیت و گناه صورت نگرفت، چاقو کشی نشد. اینجا علما اومدن، افراد جوان نماز خون آمدن، تو مسجد اومدیم. گرچه که ما مراسم دیگر رو سعی کردیم به همه جوانها گفتیم که تو مساجد حتی برگزار نشه اشکالی نداره، بیان جوانها بیان، جوانهایی که به مسجد نمیان بیان ببینن، تجربه بکنن مراسم عروسی اسلامی رو. ما در ماهای آینده به خدا تا اسفند ماه جوانها از ما قول و نوبت گرفتن، تا اسفند ماه بندر ترکمن و ترکمن صحرا و اردکان یزد 7 تا 8 تا عروسی انشالله تو اسفند ماه میخوایم بدیم. و اون موقع خاف بیخ گوش ما حیف واقعا. امیدواریم که الله عزوجل این صحبت هایی که شد به بارگاه خودش قبول بفرماید، ابتدا به گوینده و سپس به همه شنوندگان توفیق عمل عنایت بفرماید. حالا مرد مردونه انشالله